کراچی. پلیس این زنان مهاجر را مجبور به بیرون شدن از خانه‌هایشان کرده و انتقال جوانان مهاجر به محل نگهداری پناهجویان و اخراج آنها به افغانستان. پلیس پاکستان متهم است که هنگام بازداشت و اخراج این مهاجرین از خشونت، زور و تهدید استفاده می کند. مقام‌های امنیتی کراچی اعلام کرده که بیش از 16,000 مهاجر که کارت‌های شهروندی افغانستان را دارند از این ایالت پاکستان اخراج می‌شوند. مقام‌های کراچی از بازداشت 150 نفر تا ختم روز جمعه خبر دادند. اما نهادهای حامی پناهجویان این رقم را 600 نفر گزارش دادند. همزمان روزنامه دان به نقل از مقام‌های امنیتی پاکستان گزارش داده که روند انتقال مهاجرین با حفظ کرامت و امنیت صورت می‌گیرد و در محل نگهداری این افراد